سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ امروز میخوام یه کتاب زیبا به نام اژدهایی که کتاب میخواند براتون بخونم. نویسنده این کتاب جن کمبل و تصویرگر اون کیتی هارنت است. مترجم این کتاب خانم میترا امیری هست و این کتاب رو انتشارات پرتغال منتشر کرده. بریم که بشنویم این داستان زیبا رو. فرانکلین عاشق قصه هاست. شب که میشه قصه ها گرم نگهش میدارن. در جلوی خونش هم یک کتاب خونه است که جلوی بادو میگیره. توی غاری که فرانکلین زندگی میکنه کلی کتاب جور با جور هست. اون دوست داره بلند بلند کتاب بخونه تا همه بشنون. فرانکلین هر روز داستانهایی درباره شاه آرتور و اسکیت کردن میخونه. درباره نیروی برق و درست کردن نان. اون درباره عنکبوت‌ها و ورزش و آموزش حرکات کنگ‌فو مطالعه میکنه. بعد از غروب خورشید فرانکلین زیر نور 1000 تا کرم شبتاب کتاب میخونه. چون کرمای شبتابم عاشق شنیدن قصه ها هستن. اما اگه شب گرمی باشه فرانکلین بالهاشو باز میکنه و پر میکشه به آسمون تا زیر نور ماه کتاب بخونه. نزدیک غار فرانکلین یه دهکده هست. فرانکلین بعضی وقتا به اونجا میره. اما دهکده همیشه ساکت و خلوته و فرانکلین هیچ وقت نمیتونه کسی رو پیدا کنه که براش داستان بخونه. برای همین فرانکلین میره خونه و درباره ژیمناستیک مطالعه میکنه و به خفاشای توی غارش کمک میکنه تا خودشون رو روی طناب نگه دارن. بعد با صدای خیلی بلند خمیازه میکشه و دمشو کش و قوس میده و با یه فنجان چای بابونه میره توی تخت خوابش. بعد هم خودشو زیر یه عالمه کتاب کمیک جمع میکنه و خوابش میبره و خواب وایکینگ ها رو میبینه که با کشتی هاشون از اون طرف دریا اومدن. یه روز لب رودخونه فرانکلین چشمش میخوره به یه مرد. مرد از ترس میلرزه و داد میزنه تو دیگه چه موجودی هستی؟ فرانکلین دستشو میاره جلو و میگه من فرانکلین هستم، اژدهایی که عاشق کتابه و توی غار زندگی میکنه. اما مرد چوب ماهیگیریشو پرت میکنه و پا میذاره به فرار. برای همین فرانکلین میره خونه و درباره موسیقی مطالعه میکنه و به موشای توی غارش کمک میکنه که گروه موسیقی راه بندازن. روز بعد کنار مزرعه فرانکلین چشمش میخوره به یه خانم. خانم مثل بید میلرزه و فریاد میکشه تو دیگه چه موجودی هستی؟ فرانکلین دستشو میاره جلو و میگه من فرانکلینم، اژدها و مدیر برنامه یه گروه موسیقی. از ژیمناستیکم خوشم میاد. اما خانم جیغ بلندی میزنه و پا میذاره به فرار. برای همین فرانکلین سلانه میره خونه و درباره فضا مطالعه میکنه و به کرمای شبتاب کمک میکنه تا شکلایی مثل ستاره‌های آسمون درست کنن. روز بعد توی جنگل فرانکلین چشمش میخوره به یه دختر کوچولو. موهای دختر قرمز روشنه مثل رنگ برگ درختا. اون زیر یه درخت نشسته و داره کتاب میخونه. اما یه دفعه دختر از جا میپره و میگه تو دیگه کی هستی؟
فرانکلین دستشو میاره جلو و میگه من فرانکلینم، اژدهایی که عاشق ستاره بینی و بازیه. دختر با فرانکلین دست میده و بلند میگه من عاشق اژدهام. تو توی همین کتابی هستی که دارم میخونمش. داستان یه سرزمین دوردست. لونا برای فرانکلین تعریف میکنه که درباره جزیره‌های اسرارآمیز دورافتاده مطالعه کرده. درباره جستجوی گنج و دزدای دریایی، یا درباره خفاشای میوه‌خوار و بندبازها و اینکه چطور یه جاسوس باشی. فرانکلینم برای لونا تعریف میکنه که درباره شمشیرزنا و آتشخوارها مطالعه کرده. درباره سیرکا و مورچه‌خوارها، یا درباره گلارایی و آوازهای عید کریسمس و درست کردن پای سیب. لونا و فرانکلین احساس میکنن از قصه ها درست شدن. قصه هایی که اولشون هیجان انگیزه، وسطشون ترسناکه و آخرشون خوشه. قصه هایی درباره آدمای جدید و جاهای عجیب غریب و درباره دوست پیدا کردن. اونا میخوان کتابایی رو که دوست دارن با همه تقسیم کنن. برای همین با هم میشینن و نقشه میکشن. با کمک موشا قفسه ها رو بالا میکشن و اونقدر دورشون طناب میپیچن تا مطمئن بشن که محکم شدن. بعدم یه مبل و چند تا قالب کیک میارن و کتاب‌های کمیک رو به یه بند گره میزنن تا یه کتاب فروشی کوچولو و یه وری بین بالای فرانکلین بسازن. بعد همه سوار کتاب فروشی میشن. لونا نفسشو حبس میکنه. موشا همدیگر رو بغل میکنن. کرمای شبتاب نفس میزنن و خفاشا انگشتای پاهاشون رو محکم توی هم گره میکنن. فرانکلین خم میشه و تا جایی که میتونه سریع میدوه. تند و سریع از تپه میره پایین و بالهاشو باز میکنه و به کمک باد اوج میگیره سمت غروب. فرانکلین کتاب فروشی پرندش رو وسط دهکده فرود میاره. ماهیگیر فریاد میزنه این همون اژدهاست. یکی دیگه داد میزنه عجب هیولایی. لونا با عصبانیت بهشون نگاه میکنه و با صدای بلند میگه اسمش فرانکلینه. ما با کتابای توی غار فرانکلین این کتاب فروشی رو ساختیم. فرانکلین مهربون و باهوشه. اون دوست منه. همه ساکت میشن. فرانکلین آروم آروم جلو میاد. بعد برای جمعیتی که خشکشون زده بود و داشتن گوش میدادن دست تکون میده و میگه از دیدنتون خوشوقتم. ما کلی قصه داریم که دلمون میخواد با شما تقسیم کنیم. لطفاً بیاید کنار ما بشینید تا با هم حرف بزنیم. کرمای شبتاب طبقه ها رو روشن میکنن. خفاشا توی قفسه ها چرخ و فلک میزنن و موشا گلوشون رو صاف میکنن و میزنن زیر آواز. چیزی نمیگذره که اهالی دهکده هم جمع میشن تا سر و گوشی آب بدن. اونا از فرانکلین میرن بالا تا کتابا رو با دقت نگاه کنن. همینطور که لونا داره کیک پخش میکنه، فرانکلین نفس عمیقی میکشه و برای همه داستانهایی از دانشمندا و قطب جنوب و مارها تعریف میکنه. فرانکلین با صدای آهسته افسانه‌های اژدهایی تعریف میکنه و میگه که دسر کرم بروله چطوری درست میشه. همه به حرفاش گوش میدن.
وقتی کرمای شبتاب دارن میرقصن و خفاشای بندباز برای همه حرکت‌های کنگفو اجرا میکنن، لونا لبخند زنان میگه حالا بیا پرواز کنیم. بعدم همینطور که فرانکلین اوج میگیره همه همدیگر رو محکم بغل میکنن و زیر نور ماه کتاب میخونن. ممنونم که تا پایان این داستان همراه من بودی. برای شنیدن داستان‌های زیبای دیگه کانال من رو دنبال کن.